سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز اومدیم با یک مقایسه جذاب در بازی کلش آف کلنس. بزن بریم. خب آقا میبینیم که بربرا مقابل هم قرار گرفتن که بربر مپ شب زد، آرچرها مقابل هم قرار گرفتن که آرچر زد، جاینت رو میبینیم مقابل هم قرار گرفتن که جاینت مپ شب زد، بمبر رو میبینیم که بازم مپ شب زد، الکترو ویزارد و ویزارد، بعد پکاها رو میبینیم که فکر کنم پکای مپ عادی بزنش. آره. بعد بیبی دراگون ها رو میبینیم که این هم فکر کنم بیبی دراگون، بله، مینیونا، بعد هوگ رایدر اصلا معنی رو میزنه، بعد ویچ. ویچ ها هم که دیدیم که زد، دوتاشو با هم مرد. خب رفقا، این بود از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. تا ویدیوی بعد، فعلا.